شامبالا شهر افسانه‌ای با فرمانروایی مرموز و گنجینه‌های با ارزش. قسمت دوم. مکان شامبالا کجاست و ساکنانش چه کسانی هستند؟ طبق برخی از اعتقادات مبهم دیگر، مکان اصلی این شهر کوه کنلون در مغولستان و برخی ها مکان آن را در نزدیکی سیبیری در روسیه می دانند. اما بعضی ها معتقدند که این شهر با تونل های زیرزمینیش در هندوستان قرار دارد. با کشف تعدادی غار عجیب و غریب در پرو که گویا در گذشته محل زندگی بوده است، احتمال قرار داشتن شهر افسانه‌ای شامبالا در پرو نیز قوی تر شد. چندی بعد یک شهر زیرزمینی با راهروهای بسیار در مصر نیز پیدا شد و بار دیگر نظر مردم درباره مکان جغرافیایی این شهر را به خود تخصیص داد. آمریکایی‌ها شامبالا را شهر 7 غار طلایی نیز نامیده‌اند، زیرا اعتقاد دارند که دیوار غارهای این شهر از طلا پوشیده شده است. این شهر به دلیل داشتن غارهای فراوان که محلی مناسب برای زندگی مارهاست، شهر مارها هم نام گرفته است. مارهایی که از گنجینه پنهان این شهر محافظت می کنند و پادشاه آنها یک دیو است و در ورودی قلمرو شامبالا زندگی می کند. مردمی که در این شهر زیرزمینی زندگی می کنند توانسته‌اند از سیل و زلزله و آتش‌های فراوان شامبالای روی زمین گریخته و در زیرزمین‌های ایمن زنده بمانند. قبایل بنگال و برمه معتقدند که اجدادشان در شهر زیرزمینی زندگی می‌کنند و احتمالاً آنها مردم شامبالا را تشکیل می‌دهند. آنها می‌گویند که رهبرانشان در میان مردم روی زمین در رفت آمدند و کلید طلایی دروازه‌های شامبالا در آن قرار دارد. بعضی از ستاره شناسان نام کوهی را که شامبالا در آن قرار گرفته را میرو گذاشتند که به معنی گذرگاهی در مرکز زمین است و ستاره قطبی درست در بالای قصر آن قرار دارد. درختان جادویی این شهر میوه‌هایی دارند که به انسان عمر جاودان میبخشد. بودایی‌ها شامبالا را آگارتا نیز نامیده‌اند و آن را شهری پر از صلح و آرامش می‌دانند که جمعیتی میلیونی دارد. شهری که زیبایی‌هایش چشمگیر و قصرهای آن از جواهرات ساخته شده، محصولات کشاورزی فراوان داشته و همه در آنجا با شادی و یکسان زندگی می‌کنند. تنها کسی که ادعا می‌کند شامبالا را از نزدیک با چشمان خودش دیده، آندرو توماس است که با یک راهنمای هندی 15 روز را در کوه‌های هیمالیا جستجو کرد. اما راهنما در میانه راه خسته شده و از او جدا شد و توماس باقی مسیر را به تنهایی ادامه داد. او در کتاب خود به نام اولین نیستم این گونه نوشت: مسیری که من طی کردم پشت سرم ناپدید می شد. دشت و صحرا هر لحظه زیباتر شده و آنقدر زیبا شده بودند که گویا در رویا سفر می کردم. پس از صحبت با پسری که یونانی حرف می زد، به سمت پادشاهی شهری گم شده راه افتادم. این شهر ستونهای بسیار روشن داشت که گویا از جنس نور بودند و در کنار تمام جاده ها سنگ های درخشان وجود داشتند. من پس از کمی استراحت از آن شهر بیرون آمدم و در این زمان بود که دوباره جاده شهر ناپدید شد. اما چیزی که عجیب بود این بود که هیچ یک از مردم این شهر به ملاقات من نیامدند. البته پس از تحقیقات فراوان و گذر از جاده‌ای که توماس شرح داده بود، گفته‌های او رد شده و داستانی بیش دانسته نشد. اما نیکولاس رویریچ گفته‌های او را جدی گرفت و گفت: می‌دانستم که غارهایی زیرزمینی در هیمالیا وجود دارند که هیچ کس از آنها باخبر نیست. در بعضی از این غارها دری به سوی آینده وجود دارد که همیشه دیده نمی‌شود. افسانه‌های هندی معتقدند که گذرگاه‌های شهر توسط تخت سنگ‌های بسیار بزرگ مسدود شده و عوامل طبیعی باعث پنهان شدن شهر شده‌اند. طی قرن‌های متوالی مردم زیادی به جستجوی شامبالای افسانه‌ای پرداختند. شهری ناشناخته که بود و نبود آن هنوز ثابت نشده است.
بعضی از این افراد هرگز باز نگشتند و این خود افسانه ای شد مبنی بر اینکه آنها این شهر را پیدا کرده و آنقدر از زیبایی آن شگفت زده شده اند که دل کندن از آن برایشان دشوار بوده و همانجا ساکن شده اند. عده دیگر که واقع بین‌تر بودند احتمال دادند که موانع موجود در راه از قبیل دره‌های عمیق، ریزش کوه، حیوانات وحشی یا گرسنگی و تشنگی آنها را به کام مرگ کشانده است. سرخپوستان آمریکایی طول این تونل ها را صدها هزار کیلومتر می دانند، طوری که از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب ادامه دارند و از کلمبیا، پرو، بولیوی، شیلی و حتی جنگل های آمازون نیز می گذرد و اهالی شامبالا می توانند توسط آنها به راحتی از شهری به شهر دیگر سفر کنند. به خاطر پیدا شدن غارها و تمدن‌های زیرزمینی در چندین کشور مختلف این ادعا بسیار جدی گرفته شده. به خاطر پیدا شدن غارها و تمدن‌های زیرزمینی در چندین کشور مختلف این ادعا بسیار جدی گرفته شد. برای دیدن ویدیوهای هیجان انگیز و اسرارانگیز دیگر با عضویت در کانال بمب اسرار به ما بپیوندید.